بریم. آماده این؟ بله. خب فقط من این نکته رو توضیح بدم که در جریان باشید. این عددی که می‌بینید متعلق به اجرای دوم ماست. اجرای اول و قهرمان ما فاصله بسیار جدی داره از این رأی، ولی منتها ما اینو گذاشتیم برای رأی دوم تا بریم سراغ علیم. نمیتونیم الان دوم اعلام کنیم که، می‌خوایم الان قهرمان رو اعلام کنیم. خیلی بی‌نمکه دیگه، نه بگیم اول دوم این شد بعد قهرمان. بی‌نمک. پس ما سلام علیکم میریم سراغ قهرمان. موافقین بشماریم برگردیم 10 تا 0 بشماریم؟ آره خیلی خوب. داورا نمیخوای نظری بدین الان؟ شاید بتونیم بگیم هماهنگ ترین گروه فصل سوم عصر جدید گروه پهلوانک‌ها بودن واقعا. اینو اذعان همه است و علی هم یه خواننده بی‌نظیر و درجه یک که کل ایران صداشو شنیدن و تک تک بچهای پهلوانک‌ها هموطنا و بینندگان ما تحسینشون کردن. اون آقایی که اون جلو وایساده یاسین خان 4 سالشه، یعنی کوچکترین 4 ساله. مرشد این گروه 15-16 ساله بوده. بقیه بچه‌ها 5 سال، 6 سال، 7 سال. یعنی الان دو اجرایی که رسیدن به لحظه پایانی ما به نظر من کار عجیبی کردن مردم. بریم.